کارآفرین، این کلمه رو احتمالاً شما هم خیلی شنیدین نه؟ انگار همه جا هست. ولی خب واقعاً یعنی چی؟ بیایید با هم توی این برنامه این اصطلاح رو که این روزا خیلی مد شده کالبد شکافی کنیم و ببینیم دقیقاً به کی میگن کارآفرین. خب بذارید یه راست برم سر اصل مطلب و از خودتون بپرسم شما کارآفرین هستید؟ میدونم شاید سوال عجیبی به نظر بیاد، ولی این کلمه اونقدر دور و بر ما استفاده میشه که جواب دادنش واقعا میتونه سخت باشه. ببینید از بیانسه و ایلان ماسک گرفته تا جسیکا آلبا به همشون میگن کارآفرین. حتی شاید به اون فامیلتون که یه ایده عجیب و غریب مثل خمیردندون با طعم قهوه داره هم همین لقب رو بدن. اینجاست که قضیه یکم گیج کننده میشه. خیلی خب، پس وقتشه که از این حرفای کلی و تعاریف مبهم فاصله بگیریم و به یه تعریف درست و حسابی و کاربردی برسیم. واقعاً به کی میشه گفت کارآفرین؟ ببینید اصل ماجرا اینجاست. کارآفرین کسیه که یه نیازی رو تو جامعه میبینه و حاضر میشه برای پر کردن اون خلا ریسک مالی کنه و یه کسب و کار راه بندازه. این ریسک مالی کلید ماجراست. و این ریسک پذیری در یک مقیاس واقعا دیوانه‌وار اتفاق میفته. فکرشو بکنید تو کل دنیا هر ثانیه‌ای که میگذره تقریباً 3 تا کسب و کار جدید شروع به کار میکنه. هر ثانیه. خب حالا یه راه خیلی جالب برای اینکه این تعریف کامل برامون جا بیفته اینه که ببینیم چه کسی کارآفرین نیست. آره، گاهی وقتا با دیدن نقطه مقابل یه چیز خود اون چیز رو بهتر میفهمیم. و اینجاست که دوباره به اون کلمه کلیدی میرسیم، ریسک. این دقیقاً همون خط باریکیه که یک کارآفرین رو از کسی که صرفاً ایده‌های خوبی داره یا به قول معروف ذهنیت کارآفرینانه داره جدا میکنه. برای اینکه موضوع روشن بشه بیایید یه داستان تعریف کنیم. 2 نفر رو در نظر بگیرید. کاوه و بابک. هر دوشون یه نیاز مشابه رو تو بازار میبینن. یه وسیله نقلیه باحال و امن برای گربه‌ها. کاوه که کارمنده میره و ایدهش رو به رئیسش تو شرکت میوواو میگه. اما بابک که خودش میخواد کسب و کار راه بندازه، عصرها و آخر هفته‌ها میشینه و روی ایده خودش کار میکنه. و دقیقاً اینجا تفاوت اصلی خودش رو نشون میده. شرکت کاوه یعنی میوواو ریسک مالی رو قبول میکنه و پول میذاره تا گربه سایکل را تولید کنه. اما بابک چی؟ اون میره سراغ پسنداز شخصی خودش و از جیب خودش مایه میذاره تا نمونه اولیه گربه برد رو بسازه. پس با اینکه هر دو ایده داشتن، فقط یکی از اونها واقعاً کارآفرینه. کاوه ذهنیت یک کارمند رو داره، اما بابک یک کارآفرینه. چرا؟ خیلی ساده است، چون بابک بود که ریسک مالی شخصی رو به جون خرید. و یه نکته خیلی مهم، فرض کنیم گربه برد بابک شکست خورد و به جایی نرسید. آیا این یعنی بابک کارآفرین نیست؟ اصلاً و ابداً. یاد گرفتن از همین شکست‌ها بخش اصلی و جدا نشدنی سفر کارآفرینیه. خب، حالا که تعریف کارآفرین رو فهمیدیم، بیایید ببینیم یه تغییر بزرگ تو دنیای کار چطور مسیر کارآفرینی رو برای خیلی‌ها ساده‌تر کرده. منظورم ظهور اقتصاد گیگ یا همون اقتصاد پروژه‌ایه. اقتصاد گیگ یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه یه شغل ثابت و تمام و وقت داشته باشیم، کسب و کارها ما رو برای پروژه‌های مشخص و موقت استخدام می‌کنن. این مدل کار کردن دنیای کارآفرینی رو کاملاً زیر و رو کرده. خب، این مدل جدید کار کردن یه سری مزایای خیلی بزرگ برای کارآفرینای مشتاق داره. بهشون انعطاف میده که روی ایده خودشون کار کنن، پورتفولیو یا همون سابقه کار قوی بسازن و حتی با داشتن چند منبع درآمد حس امنیت مالی بیشتری داشته باشن. تازه برای خود بنیانگذارا هم استخدام نیروی موقت خیلی راحت تر میشه. اما خب همه چیز هم گل و بلبل نیست. این سبک زندگی یه روی تاریک هم داره. برای خیلی ها این یه انتخاب نیست، یه ضرورته. حمایت‌های قانونی کمتری وجود داره، داشتن بیمه و بازنشستگی سخت‌تر میشه و همیشه این خطر هست که آدم از شدت کار و تلاش مداوم دچار فرسودگی شغلی بشه. ولی با تمام این چالش‌ها حرف آخر اینه: امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای در تاریخ این امکان برای شما وجود داره که جهش کنید و کارآفرین بشید. درها بازتر از همیشه است. خب، سوال اینجاست. اگه این مسیر اینقدر سخته، پر از ریسک و استرسه، پس چی باعث میشه که آدم‌ها بازم دل به دریا بزنن و این راه رو انتخاب کنن؟
چه انگیزه قدرتمندی پشت این ماجراست؟ اولین و شاید مهمترین دلیل یه میل خیلی عمیق و انسانیه. آزادی. اینکه خودت آقای خودت باشی، رئیس خودت باشی، ساعت کاری، قوانین و نهایتاً سرنوشت کاریت دست خودت باشه. یه دلیل قدرتمند دیگه به خصوص برای کسایی که شاید تو محیطای کاری سنتی احساس کردن دیده نمیشن، اینه که میتونن فرهنگ سازمانی خودشون رو بسازن. یه محیط کاری فراگیر که توش ارزش‌ها رو خودشون تعریف میکنن، جایی که همیشه آرزو داشتن توش کار کنن. و اما میرسیم به ریشه قضیه. تحقیقات نشون میده که کارآفرینا یک باور عمیق به خودشون دارن. اونا حس میکنن که ارزشی که دارن خیلی بیشتر از چیزیه که توی رزومه جا میشه. باور دارن که پتانسیل واقعیشون تو شرکت‌های بزرگ دیده نمیشه و میتونن اون ارزش درونی رو به پول واقعی تبدیل کنن. تمام این حرفا ما رو به یه نتیجه گیری خیلی مهم میرسونه. اینکه باید نگاهمون رو به موفقیت عوض کنیم. این باور که کارآفرینای موفق هیچ وقت شکست نمیخورن یه افسانه بزرگه. حقیقت دقیقاً برعکسه. اونها از شکست فرار نمیکنن، بلکه ازش درس میگیرن، بلند میشن و به راهشون ادامه میدن. و در آخر همه چیز به این سوال برمیگرده. موفقیت برای شما چه شکلیه؟ شاید برای یکی رسیدن به درآمد میلیونی باشه، برای یکی دیگه داشتن وقت آزاد بیشتر برای بودن کنار خانواده. این شمایید که خط پایان رو تعیین می‌کنید. تعریف موفقیت کاملا دست خودتونه.